سبزمنیش ای واژه ها را بال و پر، سبزمنیش ای تو تمامی شان و فر، گشته رنگین کمانی واژه ها، با تو زیبا می شود این شعری تر. سلام و احترامی بی اندازه به هواداران سخنی ناب، بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه های فرهنگی سبزمنیش. امروز در این فضای صمیمی و فرهنگی با برنامه معرفی شاعران دوباره مهمان کاشانه های پرمحبت شما هستیم. سبزمنیش تلاش دارد تا بزرگان ادبیات را به جهانیان آشنا سازد. خوشبختیم که در ادامه سلسله معرفی چهره‌های برجسته این نوبت از شخصیت یک استاد محترم، شاعری توانا و انسان نیکخواه یاد میکنیم. علی اکبر نجوا، نفری که سخنش نیروی تازه میبخشد و قلمش دنیای معنی میآفرد. علی اکبر نجوا فرزند غلام حسین سال 1337 در ولایت میدان وردک افغانستان دیده به عالم هستی گشاده است. او سال 1355 لیسه عالی حبیبیه را ختم نموده در دانشگاه کابل بخش ادبیات مدت 3 سال تحصیل کرده است، اما بنابر مهاجرت و نابسامانی های زمانه این تحصیلات ناکامل ماند. استاد علی اکبر نجوا سالیان زیاد به کشورهای مختلف مهاجرت کرده، همزمان با کارهای اقتصادی آموزش زبان و ادبیات فارسی را به شکل غیر اکادمی ادامه داد و در درسهای استادی مهدی سهیلی و علی معلم شرکت ورزید. استاد نجوا صاحب عائله آباد بوده، پدری مهربانی، 4 دختر و 1 پسر است. استاد علی اکبر نجوا در مهاجرت ها هم در غم خلق و ملت خیش بوده که سال 1374 مکتب خصوصی را برای فرزندان مهاجرانی که کارت شناسایی ایرانی نداشتند و از تحصیل محروم بودند با همکاری گروهی از مهاجران تأسیس داده رایگان به آنها درس می‌دهد. تأسیس صندوق تعاونی برای مهاجران نیز از دیگر خدمت‌های ایشان میباشد که تا حال در یاد مردم باقی است. هدف تأسیس چنین صندوق سازمانیابی اقتصادی و کمک به مهاجران نوارد به خاک ایران به خصوص ولایت هرمزگان بود. سال 1383 انجمن ادبی فرهنگی نجوا را در کابل تأسیس داد که تاکنون فعالیت می‌کند. سال 1384 بنابر مشکلات اقتصادی دوباره مجبور شد کشور را ترک کند و به پاکستان شهر اسلام آباد رود تا سال 1389 در آنجا استقامت کرده است. سال 1389 به صفت ویراستار ادبی در شبکه رادیو و تلویزیون راه فردا به کار آغاز نمود. بعد از 3 سال از وظیفه دست کشیده با کارهای مردمی رو آورد و در برابر تنظیم آثار خود تلاش دارد تا 50 سال خاطره و 100 سال تاریخ افغانستان و جهان را بر رشته تحریر درآورد. از استاد نجوا تا کنون 2 مجموعه شعری نجوای دل با ابیات پرمضمون و گوارای عشقی و عرفانی، نجوای عشق آرا یافته با مضمونهای مذهبی سال 1388 به نشر رسید. استاد نجوا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعال بوده با اشعار نابش خوانندگانش را بهره‌مند می‌سازد. امشب که دل از سرخی مهتاب گرفته، امشب که دل از سرخی مهتاب گرفته، در رگ رگ من جوشش خونباب گرفته. سرما زده و زانوی غم در بغلم تنگ، دل مثل دل سرد
سرداب گرفته. سنتور دل آزرده در این مجلس ترحیم خطی رقمی پنجه مضراب گرفته. از قلب کدر در تن ما وقت تپیدن آن زیر و بمی نغمه شاداب گرفته. این بیشه دیگر پر شده از بوی تعفن، بوی بد از این گندی مرداب گرفته. از کوچه ما گم شده ایام رفاقت، جایی همه را گوشی و لپتاپ گرفته. هرگز نرسد بخت به بیداری کامل، چون طالع ما را کمک خواب گرفته. چون طالع ما را کمک خواب گرفته.